در کاخ فرهنگ شهر بخشیده به 29 سالگی تأسیسیابی قوشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان جمع آمدی با شکوه برگزار گردید. رئیس شهر بهاودین بهادرزاده اشتراکداران تنتنه، سربازان و افسران قسم‌های نظامی مستقر در اسفره و کلی ساکنان شهر را به مناسبت روز سرحدچیان صمیمانه تبریک کرده از نقش پرارزش مرزبانان در حفظ صلح و ثبات، روزگار آسوده و مهنت سازنده مردم کشور یادآور گشت. قید کرده شد که در سطح شایسته و با شکوه تشکیل و برگزار نمودن روز سرحدبانان خود از توجه خاصه رهبریت دولت و حکومت به قشون‌های سرحدی و مقام بلند سرحدبانان در جامعه نوین ما به خوبی بازگویی میکنند. با اطمینان میتوان گفت که مرزبانان وطن من بعد نیز با خدمت صداقتمندانه خود در جاده تطبیق نشاندادهای سرور دولتمان جهت تأمین یگانگی حدودی و مرزی کشور، دخل ناپذیری آن و تأمین آسایش و امنیت اهالی تمام قوه، تجربه و مهارت خویش را سفربر خواهند کرد. علاوه نمود رهبر شهر بهاودین بهادرزاده. در رفت جمع آمد یک قطار افسران و سربازان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر قدردانی گردیدند. در آخر برنامه رنگین کنسرتی منظوری حاضرین گردانیده شد.